سلام به همه FM استودیو، خوش اومدیم به اولین ویدیو من در یوتیوب. امروز اومدیم با نقد و بررسی مکبوک ایر 2023 با پردازنده M2. قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم حتما دکمه استاپ بزنید، زنگوله بغل فعال کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. بریم ویدیو رو ببینیم. خب تو بخش بدنه یک رنگ خاص رو میبینیم که بهش میگن رنگ میدنایت. رنگش خیلی خوشگله، من رنگش خوشم اومد، با اینکه من خودم طرفدار رنگای تیره نیستم لپتاپ، ولی از این خوشم اومد، یکم به دلم تونست بشینه. چیز خیلی باحالی، خوشم اومد رنگش. بدنش کاملا از آلومینیوم ساخته شده. تاچ پد بزرگی داره واسه موسش، موس پد بزرگی داره، توی که شما از اینجا تا اینجا رو به یه بار میتونی اسکرول کنی با حساسیت نرمال و این خیلی لذت خوبی داشت موقع کار کردن باش. یک بدی من دیدم توی این دست که این بود که شما وقتی دست انگوش میزنی پشت این، رد انگوش رو بدنش میمونه، که البته شما پشت لپتاپ یه دست میزنی به جلو دست میزنی، ولی در کل دوست داشتم رد انگوشم نمونه. چیز خوبی بود تا اینجا، همه چی اوکی. باریکیش نسبت به لپتاپ همرده خودش خیلی باریکه، فوق‌العاده محشر باریکه، ولی بازم با اون 2011 2012 نمیرسه. اونها فوق‌العاده باریک بود جلوش. چطوری بود؟ اندازه یک گوشی کمتر، آره از گوشی کمتر بود. الان اینو شما میذاری کنارش، این گوشی میذارم، درش دیگه میبندم، اینم یکم درش دیگه میزنه بالاتر از گوشی، ولی در کل خیلی نسبت به همردهای خودش فوق‌العاده باریک‌تره و وزنش هم انصافاً سبکه. یه نمایشگر 15 اینچی داره که بریم تو بخش بعدی نمایشگرش هم بهتون توضیح بدم. خب بریم سراغ نمایشگرش. اینی که واسه ما نمایشگرش 15 اینچه، یک صورت 13 اینچی هم داره. اینی که اینجاست 15 اینچه، دقیق تر بخوام بگم 15.3 اینچ ابعاد نمایشگرشه. رزولوشنش 2880 مگاپیکسل در 1864 مگاپیکسله. تکون پیکسلش 224 پیکسل بر هر اینچه و پنلش هم خب مشخصه دیگه، اپل ها از یه سری اصلا آره از یه سالی به بعد دیگه همه رو رتینا میزد که مخصوص خود اپله. نوع پنلش رتینا آی پی اس ال سی دی، نمایشگر لمسی هم نداره. خب مشخصه هیچ کدوم اپل ها لمسی ندارن. چرا؟ چون اپل معتقده اگه میخوای از گوشی یا تبلت، از آیفون یا آیپد استفاده کنی، چون اینجوری استفاده میکنی، دستت میگیری از لمسش استفاده میکنی، ولی وقتی نشستی پشت میز کار و داری از سیستم استفاده میکنی، دیگه نباید اینجوری لم بدی، اینجوری از سیستم استفاده کنی. اپل معتقده که این کار پرستیژ خاصی نداره و کسی که پشت میز میشینه باید حتما از کیبورد و موس استفاده کنه، به خاطر پرستیژ بیشترش که من با این کار اپل کاملا موافقم. خیلی حرکت منطقیه. به خاطر همین هیچ کدوم آیمک های اپل و هیچ کدوم مکبوک های اپل تاچ نیستن. یه ویژگی فوق‌العاده خفن داره، نمایشگرش 500 نیته که نداریم، ندیدم تا حالا واقعا. نمایشگر 500 اینچی توی این رنج قیمت من ندیدم. الان تو رنج قیمت خودش لنوو الوکی گیمینگ هست که ادعاش میشه مال گیم و نمایشگرش فلان و اینا همه با هم 350 نیته. خیلی ادعاش میشه که مثلا من چیزی دارم گیمینگ و اینا، ولی این 500 نیته، یعنی واقعا محشره. من تو نمایشگر به خاطر این روشناییش واقعا بهش 10 میدم. روشناییش خیلی خفنه. حالا برمیگردونم ببینید. فناوری تروتون هم داره که هر کی میدونه تروتون چیه توی کامنت ها بهمون بگه. عرض خدمتتون نمایشگرشو نشونتون بدم ببینید چقدر کیفش بلند، نورش زیاد کنم. الان اینجا پروژکتور روشن نور افتاده توش، ولی بازم نمایشگر ببینید واقعا باهاتون حرف میزنه. فوق العاده است این نمایشگر. من تو بخش نمایشگر گفتم 10 بهش میدم، محشره. نداریم واقعا همچین نمایشگری تو این رنج نداریم. بریم سراغ بخش بعدی، پردازنده و رم هاردش هم ببینیم چیه. خب سی پی یو که روشه M2 که سری اختصاصی خود اپله، یعنی M2 میگیم همه مال اپله و فقط هم روش پردازنده مک او اس روش نصب میشه.
رمش 8256 گرم NVMe داره. NVMe هم دیگه همه میدونید دیگه پرسرعت ترین حافظه‌ای که تا الان به بازار عرضه شده. پردازنده M2ش بنچمارکش مقایسه کردیم با i5 12450H 9% قوی تر بود 12450H. انتظارش نداشتم ولی خب 12450H 9% قوی تر بود، ولی خب 9% زیاد چیزی نیست. کسی عشق اپل باشه بازم میاد همین یکیو میخره، نمیره دوباره مثلا یه لنوو یا یه دونه ایسوس بخره. دست آمریکایی اینو میخره، منم باشم اینو میخرم. ولی اگه کسی میخواد بازی کنه اینو باید بره اونو بخره. خب این اصلا واسه بازی نیست، کاربرش فهم کنه. کسی که مثل من با کلاس میخواد بشینه اینجا دست کار کنه، اون مال همچین کسیه. سی پی یوش انتظار نداشتم همچین بنچمارکی بهم بده. 6 از 10 7 از 10 بهش میدم همین ماهی‌ها. به این بخش بعدی ببینم دیگه چی داره بهتون بگم. طبق گفته خود اتحادیه گفته آقا دستگاهی که میفروشیم باید حداقل 1 ساعت به شما شارژ بده. حالا بعضا دستگاه هستن 2 ساعت 3 ساعت داشتم 5 ساعت حتی 7-8 ساعت هم داشتیم خب که شارژ میدادن. این دستگاه یک عمر باتری باور نکردنی داره. 18 ساعت تو خود سایت داده شارژ میده که اگه شما مثلا نور رو کمتر کنی یکم مثلا کار روتین تر باش بکنی 22-23 ساعت هم بهت شارژ میده که واقعا محشره. فکر نمی کنم مایکروسافت همچین شارژی داشته باشه. فکر میکنم یه آخریش 14 ساعت بوده تو مایکروسافت، نمیدونم. ولی 18 ساعت خیلی فوق العاده است. تو فکر کن 18 ساعت نمیشه دستت استفاده کنی. شما نظر روزی مثلا 5 ساعت استفاده کنی. یعنی هر 4 روز یه بار، هر 5 روز یه بار قرار دستگاه بره تو شارژ که فوق العاده است. اینم که برامون الان اومده این سایکلش 40. یعنی کلا 40 بار شارژ شده که اپل بازار میدونید این خیلی سایکلش کمه. ولی خواستین آکش رو بگیرید میگم این 18 ساعت حداقل بهتون شارژ باتری میده. بریم بخش بعدی. آها نریم بخش بعدی. نره بخش بعدی. واسه چی میخواستم بگم؟ $2,000 years later. آها امتیاز میخواستم بهش بدم. تو بخش باتری از 10 واقعا اینم بهش 10 میدم، چون میگم واقعا فراتر از انتظارم بود 18 ساعت شارژ ده. بریم بخش بعدی رو ببینیم. خب قیمتش تو رنج خودش شما میتونید مثلا ایسوس بگیری، لنوو بگیری، MSI بگیری و هر چیزی که دوست داری. مقایسهش نمیکنم با هیچ چیز دیگه چون مثلا خاصه تکه. هیچ موقع بوگاتی رو نمیان مثلا مقایسه کنن با مثلا چیزای دیگه. خیلی خفنه، اصلا عشق من. میتونی دستگاه بگیری قدرت بیشتری تولید کنه، ایسوس بگیری، لنوو بگیری، ولی اپل نیست دیگه. پرستیژ رو نداره، کلاسیکاریه رو نداره. اگه اپل کسی که اپل باد باشه اصلا این حرف منو گوش میکنه. اصلا من میگم رو لنوو بخر نمیره. کسی اپل باد باشه فقط همینو میخره. چرا؟ کسی که اپل باد باتری براش مهمه، نمایشگر براش مهمه، سرعت براش مهمه، کلاسیکاری براش مهمه. حالا یکم درست سی پی یوش حالا این دفعه اشتباه کرد، شما ببخشش. ولی تو بقیه پارامترها فوق العاده است. واقعا فوق العاده است. من بودم اینو میخریدم. اگه نمیخواستم بازی کنم، اگه بازی کنم به دست گیمینگ می‌خرید. ولی اگه می‌خواستم کار مهندسی انجام بدم، کار طراحی انجام بدم، می‌مونم یکو برمی‌داشتم. گرافیکش واسه 10 کور این. می‌مونم یکو برمی‌داشتم. بازم شما هر کو دوست دارید، شما اصلا اختیار پول تو داری، هر چی دوست داری برو بخر. ولی من میام اینو می‌خرم. اگه ویدیو دوست داشتین حتما لایک کنید. اگه دوست نداشتین دیسلایک نکنید. یه رد کنید. فکر کنم ویدیو رو ندیدید. واسه رفیقاتون هم به اشتراک بذارین که اگه می‌خوام مک بوک بخرن انتخاب درستی داشته باشن. خدا نگهدار.